سلام و عرض ادب. احمد نیسی هستم، مربی آموزش رانندگی کلانشهر اهواز. امروز میخوام در مورد نحوه نگاه کردن به جاده براتون یه توضیح کوچولو بدم که امیدوارم به دردتون بخوره و به کارتون بیاد. دوستانی که به ما مراجعه میکنن برای آموزش رانندگی، مخصوصا روزهای اول، خیلی توجه میکنن که ماشینشون به جدول نخوره و بیشتر به جدول خیره میشن و به جلوی ماشینشون، که همین هم باعث میشه ماشینشون کج بره. وقتی نگاه به جلوی ماشین باشه و به جدول، قطعا کج میرید. سعی کنید نگاهتون یه نگاه باز باشه و یه مقدار دورتر رو نگاه کنید و به محیط اطرافتون تسلط کامل داشته باشین. نگاه که باز باشه، ماشینتون قطعا صاف میره و احتمال برخوردتون با جدول و خودروهای کناری کمتر میشه.